صنعت جنسی پاتایا، واقعیت یا کذب؟ سلام دوستای گلم، به کانال کانتری فکت خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد یک واقعیت عجیب صحبت کنیم. در ادامه اگر از کانال ما خوشتون اومد، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و ما را به دوستان خود معرفی کنید. صنعت جنسی در پاتایا یک شهر توریستی معروف در تایلنده. به عنوان یکی از بزرگترین و پرسودترین صنایع این شهر شناخته میشه. این صنعت شامل انواع خدمات جنسی از جمله فروش محصولات جنسی، رستوران‌ها، کلوب‌های شبانه با محوریت سکس و نمایش‌های برهنه، ماساژهای تناسلی و خدمات همجنسگرایانه است. پاتایا به دلیل سیاست‌های تبلیغاتی فعال، تنوع فرهنگی و اقتصادی، فضای آزادتر نسبت به بسیاری از شهرهای تایلند و همچنین جاذبه‌های گردشگری متنوع به یک مقصد محبوب برای گردشگران جنسی شده است. این شهر به عنوان مکانی برای تفریح و خرید لذت بخش برای افرادی شناخته می شود که به دنبال تجربه‌های خاص و خارج از رویدادهای روزمره هستند. به علت حضور بیش از حد اندازه تعداد زیادی گردشگر و نیاز به ارائه خدمات، در برخی موارد امکان پرداخت وجه به عنوان مقابل خدمات جنسی نیز وجود دارد که این امر منجر به افزایش معاملات غیرقانونی و مشکلات اجتماعی می شود. با اینکه صنعت جنسی در پاتایا جزء فعالیت‌های غیرقانونی تلقی می شود، اما برخی از این فعالیت‌ها در این شهر با توجه به تحمل محدودیت‌های قانونی و نظارت نهادهای مربوطه ادامه دارند. این واقعیت باعث شده که پاتایا به عنوان یکی از مقاصد برجسته برای گردشگران جنسی در جهان شناخته شود، اما به دلیل وضعیت قانونی و اجتماعی خود با مشکلاتی همچون تبعیض، بی‌ثباتی اقتصادی و ریسک‌های بهداشتی روبرو است. با این حال باید توجه داشت که پاتایا علاوه بر صنعت جنسی دارای فعالیت‌های فرهنگی، تفریحی و گردشگری متنوع نیز میباشد. این شهر دارای سواحل زیبا، مراکز خرید مدرن، رستوران‌ها و کافه‌ها با انواع غذاهای جهانی، پارک‌ها و مراکز تفریحی مختلف است که باعث جذب گردشگران از سراسر جهان شده است. در نهایت، صنعت جنسی پاتایا یکی از ویژگی‌های این شهر است که با تمامی چالش‌ها و مزایا، وضعیت فرهنگی و اقتصادی آن با تمام چالش‌ها و مزایا تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این صنعت در پاتایا برخی مشکلات جدی نیز ایجاد کرده است، از جمله بهداشت و ایمنی، بحران اجتماعی، تبعیض و سوء استفاده، جرم و جنایت. به دلیل عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی، خطر انتقال بیماری‌های جنسی افزایش می‌یابد. بحران اجتماعی: این صنعت ممکن است باعث تضییع ارزش‌های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی شود و در نتیجه بحران اجتماعی را به وجود آورد. تبعیض و سوء استفاده: برخی از کارگران این صنعت به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی خود قربانی تبعیض و سوء استفاده می‌شوند. جرم و جنایت: افزایش فعالیت‌های غیرقانونی و معاملات زیرزمینی در این صنعت باعث افزایش جرم و جنایت در منطقه می‌شود. برای حل این مشکلات نیاز به تنظیم قوانین و مقررات مناسب توسط دولت، آموزش و اطلاع رسانی بهتر به جامعه، ترویج فرهنگ احترام به حقوق انسانی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کارگران این صنعت است. همچنین توسعه بخش‌های دیگر و گردشگری در پاتایا می‌تواند به کاهش وابستگی به صنعت جنسی کمک کند. ایجاد فرصت‌های شغلی متنوع و ارائه خدمات گردشگری متنوع
به جای تمرکز بر صنعت جنسی میتواند به توسعه پایدارتر و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی شهر کمک کند. علاوه بر این، توجه به مشکلات اجتماعی و بهداشتی مرتبط با صنعت جنسی، ایجاد فرهنگ سازگار با ارزش‌های معیارهای بین‌المللی و ایجاد زیرساخت‌های بهداشتی و ایمنی مناسب می‌تواند از پیامدهای منفی این صنعت کاسته و زندگی افراد را بهبود بخشد. صنعت جنسی در تایلند بیشتر به عنوان یک ویژگی از پاتایا شناخته می شود و در شهرهای دیگر تایلند این صنعت به این اندازه بزرگ و چشمگیر نیست. اکثر شهرها و مناطق توریستی تایلند همچون بانکوک، چانگ مای، پوکت و کرابی تمرکز خود را بیشتر بر ترویج فرهنگ، معماری، غذاهای محلی و جاذبه‌های گردشگری طبیعی متمرکز کرده‌اند. با این حال در برخی از مناطق شهرهای بزرگ مانند بانکوک برخی از فعالیت‌های جنسی در قالب ماساژ و مراکز خدمات جنسی وجود دارد، اما این فعالیت‌ها با مراتب کمتر و کمتر متمرکز و گسترده‌ای نسبت به پاتایا هستند. در کل صنعت جنسی در تایلند بیشتر به عنوان یک ویژگی خاص ویژه پاتایا شناخته می شود و در سایر شهرها و مناطق تایلند این صنعت به این اندازه چشمگیر نیست. و اما در کدام کشورها مثل تایلند و پاتایا صنعت جنسی رواج داره. صنعت جنسی در برخی از کشورها و شهرها به ویژه در مناطقی که گردشگری فعال است مشابه پاتایا در تایلند می باشد. برخی از کشورها و شهرهایی که به عنوان مقصد گردشگری جنسی مشهور هستند شامل موارد زیر هستند که شاید باور نکنید. از جمله از این کشورها: هلند، شهر آمستردام به عنوان یکی از شهرهای پیشرو در ارائه خدمات جنسی و فرهنگی همجنسگرایی شناخته می شود. منطقه قرمز آمستردام یکی از معروفترین مناطق جنسی در جهان است. 2. آلمان، فرانکفورت و برلین. آلمان به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در صنعت جنسی در اروپا شناخته می شود. شهرهایی مانند برلین و فرانکفورت دارای مناطقی هستند که خدمات جنسی ارائه می شود. 3. نوادا، ایالات متحده آمریکا، لاس وگاس به عنوان یکی از مقصدهای پرطرفدار گردشگری جنسی در ایالات متحده شناخته می شود. این شهر دارای صنعت بزرگی در زمینه خدمات جنسی و شبانه روزی است. 4. کلمبیا، کارتاخانا به عنوان یک شهر ساحلی در کلمبیا شناخته می شود که جذابیت‌های گردشگری و جنسی بسیاری دارد. این شهر به عنوان یکی از مقاصد محبوب برای گردشگران جنسی در آمریکای لاتین محسوب می شود. خب دوستان گلم، با توجه به تمامی موارد گفته شده در هنگام سفر به پاتایا مراقب کلاهبرداری باشید. امیدوارم این اطلاعات مفید بوده باشد. اگر سوال دیگری دارید لطفاً در کامنت ها از من بپرسید. شاد و پیروز باشید.